با ابتکار کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در تالار کاخ سروش مراسم جایزه سپری ساحه کار با جوانان در سال 2023 از روی 5 نامینه و قدرشناسی غالبان آزمون‌های اعلان نموده کمیته در سال 2023 برگزار گردید. در قسمت رسمی چهاره‌بینی معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان منصوری دلربا و رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان گل احمدزاده ذوالفقار اشتراک و سخنرانی داشتند. سرأول جهت قدرشناسی خدمت‌های شایسته و جوانمردی یک دست از جوانان در نزد جامعه و دولت جسارت و فداکاری در وضعیت جنگی، حالتهای تهدید کننده به امنیت ملت و دولت و ادای قرض حربی و خدمت‌های شهروندی برای دستگیری، هوسمندگردانی، تربیت و تندرستی و تحکیم هویت ملی جوانان جایزه شجاعت و جوانمردی سپرده شد. امسال از مابین 24 داوطلب 13 کسی بهترین از جانب کمیسی با صلاحیت معین شده این جایزه در فضای تنتنوی به آنها سپرده شد. میان آنها افسران و سربازانی هستند که در نیزهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان جان باختند. با 7 افسر و سربازی که در نیزهای مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان برای حفظ مرز و بوم جان دادند پس از مرگ جایزه شجاعت و جوانمردی داده شد. جایزه شجاعت و جوانمردی به سربازان و افسران داده شد که در راه حفظ مرز و بوم جان دادند، جان کسی را نجات بخشیدند یا به این مانند کارنمایی شایان انجام دادند. افسران و سربازانی که در نیزهای مرزی جان داده با جایزه مذکور قدردانی شدند اینهایند: عبدالحیف شهرت سرباز از وزارت مدافعه تاجیکستان، مومینوف صلاح الدین سرباز از وزارت مدافعه تاجیکستان، قیوموف منصور افسر تیرزن گروه یکم قشون‌های داخلی جمهوری تاجیکستان، سلطانوف هادی خان وکالتدار اپراتیوی شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر اسفره، آدینایف محمد جان سرباز قطاری از قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان، صالح نظرالله سرباز قطاری از وزارت مدافعه تاجیکستان، نبیزاده جمشید معاون کماندیر عاید به تکنیک و اسلحه جنگی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نفرانی که کارنامه‌های شایان انجام دادند، از جمله ذکرالله زاده رحمان علی سرباز از وزارت مدافعه، مروت عبدالولی خدمتچی حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، رجب فرهاد خدمتچی حربی قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی، مرزویف اصل‌الدین کارمند گروه دومی دسته مخصوص زودعملی نجات دهی در منطقه رشت کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، محیدینوف آرزو مراد افسر کلان ریاست خدمات تعیناتی مخصوص گردانده شده کافتکاوی نجات دهی کمیته حالات فوق‌العاده و مدافع گرجدنی، فیض‌علیف محمد کورسانت دانشکده عالی سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی. یادآور باید شویم که قبلا نیز برای پاس داشتن نام یاد افسران و سربازانی که در مناقشه‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان جان باخته بودند چند کوچه، جماعت و مکتب‌ها نامگذاری شدند. جایزه‌های شهیدان وطن، جوانانی که جان فدایی کردند، پدرانشان، مادرانشان یا خود نزدیکان و پیوندانشان آمده از دست رهبریت کمیته کار با جوانان و معاون سروزیر کشور پذیرفتند.